برای تعریف فروشنده وارد قسمت فروشنده میشید و اطلاعات کسی که میخواد فاکتور بزنه، شرکتی که فروشنده است و فاکتور الکترونیکی باید ارسال بکنه، اطلاعات اونو در واقع تو این قسمت وارد میکنید، نه اطلاعات مشتری. اینو دقت کنید که حالا تو این قسمت نام شخصیت حقوقی، شناسه ملیشو وارد میکنید که حالا ما مثلا شناسه ملی در واقع این شرکت رو بخوایم وارد کنیم، خودکار کد اقتصادیش اینجا میفته. دقت کنید توی اشخاص حقوقی کد اقتصادی همون شناسه ملیشونه دیگه، کدهای 411 منسوخ شدن و همون شناسه ملی تو قسمت کد اقتصادی بزنید که حالا سیستم خودکار در واقع اینو اینجا وارد میکنه. ولی برای اشخاص حقیقی این موضوع متفاوته. کد ملی اینجا وارد میشه، شماره اقتصادی در واقع 14 رقمی که جدیداً سازمان اختصاص داده به اشخاص، اونو باید وارد کنید که حالا از این قسمت که استلام شماره اقتصادی هستش وارد این صفحه میتونید بشید و کد اقتصادی و استلام بگیرید و به دست بیارید که معمولا برای اشخاصی که جدیداً تشکیل پرونده دادن، کد ملی به همراه 4 تا رقم دیگه که حالا 301 302 هستش، کد اقتصادی افراد هستش که حالا به طور مثال ما یک شرکتی رو اینجا تعریف کردیم که خب اطلاعات شرکت، شناسه ملیش رو در واقع کد پستیش رو وارد میکنیم و شناسه یکتای حافظه مالیاتیش که توی این قسمت در واقع ما بعد از اینکه پابلیکر گذاشتیم و شناسه رو گرفتیم اینجا وارد میکنیم. این یعنی شناسه یکتای حافظه مالیاتی، نه شناسه 13 رقمی کالا. اون متفاوته که اون اصلا حروف توش نداره، کاملا 13 رقم عدده. اونو وارد میکنیم. کد در واقع پرایوت کیمونم ما تو این قسمت میذاریم و شرکت رو ثبت میکنیم. بعد از اینکه در واقع ما فروشنده رو ایجاد کردیم، ما یه دکمه استلام داریم. وقتی دکمه استلام رو میزنیم، اگر قرمز بشه یعنی اینکه این کدها همدیگه رو نشناختن و فاکتور به هیچ عنوان ارسال نمیشه. یعنی تو مرحله اول این دوتا کد همدیگه رو نشناختن و هیچ در واقع فاکتوری به سامانه نمیره. ولی اگر دکمه استلام رو که میزنیم سبز رنگ بشه، یعنی کدا به هم دیگه متصل شدن و فاکتورها ارسال میشه، یعنی ارسال میشه و ممکنه مثلا اشتباهی توی در واقع فاکتورتون باشه که خب جوابش از سازمان میاد و مثلا میگه این شناسه شما ایراد داره، ولی این نشون دهنده که این دو تا کد به هم دیگه وصل هستن. با تشکر.